من 6 صبح پا میشم، 8 شب میرسم خونه، بعد سعی میکنم ایده هامو بنویسم، بعد بیارم مثلا کم کم تولید محتوا کنم. تازه شروع کردم دیگه. بعد امروز اومدم خونه، اینترنتو باز کردم، یه تبلیغ عجیب غریب دیدم. یارو میره از همه میپرسه مثلا عزیزترین کسی تو کی از دست دادی؟ عزیزترین کست کی بود که از دست دادی؟ یکی میگه پدرم، یکی میگه مادرم، یکی میگه برادرم، فلان دوستم، اینا. بعد آخر میرسه به یه آدمی میگه مادرم خرجش بیمارستانش نداشتم، اینا فوت شد. بعد یهو شروع میکنه به تبلیغ کردن این آموزش و پکیج فروشی و نداشتم از 0 به 1000 رسیدم. و دوستان عزیز، اینا همشون کلاهبرداری هن و مغز مریضی همچین آدمایی رو بشناسید و هیچ گونه